بنی آدم اعضای یکدیگرند. این مصرع‌هایی که من و شما هر یکی ما میدانیم موجودیت انسان وابستگی عضوهای انسان علاقمندی دارد. بنابر همین بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش یک گوهرند. چه عضوی به در آورد روزگار دیگر عضوها را نماند قرار. بنابر همین این مصرع‌ها خودش گفته های آن را دارد که ارگانیسم انسان به همدیگر علاقمند بوده. فعالیت یک ارگانیسم به فعالیت ارگانیسم دیگر یعنی که عضوهای دیگر تاثیر خود را میرساند. این مصرع‌ها ما باید تحت فهمیش همه روزه تحت فهمیش علمی خودش داشته باشد. سنجش دانشی محصلین از موضوع گذشته ما وقتی چون که میدانیم موضوع گذشته موضوع بیوفیزیک عضوهای حساس بود. ما اویدی عضوهای حساس آن عضوهایی که از محیط بیرون اخبارات بیرون را طریق تارهای عصبی قبول میکنیم آموختیم و من میخواستم این نوبت باز یک چند شرح و ملاحظه رانی و سوالهای الهیده موضوع گذشته رو جمع بست کنیم. اخبارات در فعالیت حیاتی انسان چی اهمیت دارد؟ اخبارات در فعالیت حیاتی انسان چی اهمیت دارد؟ یعنی که اخبارات بیرونه. اخبارات این روند است که ما آن را توسط عضوهای حس از بیرون قبول می نماییم، یعنی آن را درک می نماییم و انتقال می نماییم. اخبارات نامیده می شود. سیستمی قبول کننده اخبارات بیرونه در ارگانیسم انسان چی نامیده می شود؟ که آن اخباراتی که از بیرون ما قبول کرده میتیم چی نامیده می شود؟ سیستمی قبول کننده اخبارات بیرونه را در ارگانیسم عضوهای حس مینامند که به اینها بصیره همچون عضو بینایش، سامعه همچون عضو شنوایی، لامسه همچون لمس، ذائقه همچون طعم، شامه همچون عضو بویایش و عضوهای حس داخل میشوند. عضوهای حساس کدام فونکسیون را اجرا میکند؟ عضوهای حساس کدام فونکسیون را اجرا میکند؟ عضوهای حساسی بدن در ارگانیسم ما وظیفه گنراتور را اجرا میکند. چنانچه که ما میدانیم گنراتور این یک نمودی برق را یعنی یک نمودی انرژی را به انرژی دیگر تبدیل میدهد به مانند ایمپولس های عصب. چون که از جوابهای شما معلوم شد موضوع گذشته به طور کافی قبول کرده شده است و ما دانستیم که عضوهای حساس همچون گنراتور در بدن انسان فعالیت میکند. گنراتور یعنی که یک نمود انرژی که از بیرون ما قبول میکنیم، مثلا انرژی مکانیکی موج صدا به انرژی برقی به ایمپولس عصبی تبدیل میافته است. بنابر همین هر آن اخباراتی که از بیرون ما قبول میکنیم طریق عضوهای حساس و به تارهای عصب همچون ایمپولس های عصبی تبدیل می‌یابد. یعنی که ایمپولس عصبی این نیروی برقی بدنی ما است. این جنبستی موضوع گذشته به حساب می رود. بنابر همین اجهزه بیوفیزیکی عضوهای حساس با یک چند مفهوم های خودش عمیق و دقیق قبول کرده شد. من میخواستم این نوبت از موضوعی نوی ما شما را شناس کنم. موضوع امروزی که ما تحلیل میکنیم بیوفیزیکی نفسکشی بیرونه. بیوفیزیکی نفسکشی بیرونه رو که ما میدونیم نفسکشی این پروسسی الهیده در ارگانیسم ما میباشد. از روی نقشه های زیرین ما تحلیلی این موضوع میگذاریم. تحلیلی موضوع مکانیزم نفسکشی، صورت حجمی هوا در راههای نفس و صورتی حجمی هوا در راههای نفس، اصول اسپیرومتری، تغییریابی حجمی هوا وابسته به فشار اتمسفری و مکانیزم نفس براری. این نقشه که ما موضوع امروزه رو تحلیل میکنیم. راههای تحلیلی موضوع، راههای تحلیلی، سمت‌های تحلیلی موضوع، تحلیل علمی آناتومی به نظر میگیریم، تحلیل علمی فیزیولوژی و تحلیل علمی روند فیزیکی نفسکشی باید تحلیل شود. دیگر جهت تحلیل با استفاده مشاهده ها در حیات انسان همه عملیات های ما طریق مشاهده تحلیل کرده می شود و تحلیل دیگر تحلیل با استفاده تجربه که در حیات انسان دیده می شود یا تجربه ها از جهت در سمت آموزشی ما موضوع تحلیل می کنیم. فهمو تحلیل علمی آناتومی، تحلیل فیزیولوژی، تحلیل فیزیکی، تحلیل با راه مشاهده و تحلیل با راه تجربه موضوع
امروزه مویه به انجام میرساند. در موضوع امروزه ما مفهوم های زیرین یعنی که عباره های زیرینی که ما بیشتر استفاده میبریم در اینجا درک شدگی اینها فشار اتمسفری، فشار الوئولی، فشار پردوی، سرعت حجمی هوا، اینچنین مقاومت ایرودینامیکی راههای نفس کشی، چندریت عضوهای نفس کشی و قوه کشش سطحی در الوئوله ها که موید به ماده سولفاکتانتی بدنی حاصل و استفاده می شود. معلومات ما یکی عباره ها بیشتر استفاده می شود، ما باید همین عباره های مد نظر گیریم. فهمو؟ مقصدی مشغولیت امروزی ما در فهمیش شما، در درک شما مفهوم هایی که ما میگذاریم اینجا و چندریتی عضوی نفس کشی، اینچنین فشار در شش پرده، حجم شش، مقاومت ایرودینامیکی راههای نفس کشی، مقاومت دینامیکی و آموزاندن مفهوم های اساسی فیزیکی در این مسئله این که مسئله بیوفیزیکی نفس کشی بیرونه موجود است در فکر شما همین من جا کردنی. اینچنین حسی مسئولیت و مهر و شفقت به کسب انتخاب کرده شما این مد نظری اولین درجه من به حساب می رود. یعنی که مقصد اساسی موضوع که این ساعت مشغولیت با شما میگذاریم آن همین ثابت می شود. چون که میدونیم نفس کشی این یعنی مبادله هوا بین اتمسفر و الوئوله های شش به حساب می رود. تحت فشار اتمسفری ما قبول هوا رو یعنی که هوای اتمسفر رو قبول و تا الوئوله طریق راههای نفس میرسانیم. اینا ما میگویم مبادله هوا بین الوئوله های شش و هوای اتمسفر یعنی که نفس کشی بیرونه یا که ونتیلاسیون شش نامیده می شود. مرحله های نفس کشی چون که میدونیم ما نفس کشی بیرونه کردی نفس کشی ارگانیسم ما به اتمام نمی رسد. این ما هم میدونیم نفس کشی بیرونه باز به دوام نوکی و نفس کشی داخله. نفس کشی بیرونه یعنی که ونتیلاسیون، نفس کشی داخله این مبادله بین خون و چیست؟ بین خون و الوئوله به استفاده یعنی که با طریق بافته ها به حجره میگذرد. یعنی که اکسیژنی که طریق نفس کشی میگیرد به حجره طریق خون مبادله میشه. یعنی که مبادله خون بین حجره ها یعنی که هوای قبول کرده همچون اکسیژنی قبول کرده ارگانیسم به حجره طریق خون رسانیده می شود که این را نفس کشی داخله می نامند. در روند نفس کشی موشک های دیافراگما این موشک اساسی نفس کشی موجود می باشد. رولی اساسی یعنی که نقش اساسی اجرا می کند و اینچنین موشک های بین قبرغوی. موشک های بین قبرغوی و موشک دیافراگما موشک های نفس کشی به حساب رفته. اینها اگر ما از جهت فایزی گیریم اگر از 2% کار نفس کشی رو موشک دیافراگما اجرا می کند. چون که از فیزیولوژی میدونیم وظیفه موشک ها این کشش خوری می باشد. یعنی که موشک های نفس کشی رو هنگام هیجان این مغز درازرویه به وجود می آورد. یعنی که مقدار نارسایی اکسیژن رو طریق مغز درازرویه اداره می کند. گروه حجره های عصب که باعث کشش خوری موشک نفس کشی می شود آدم تا حد معین می تواند سرعت و چقوری انسان می تواند تا حد معین سرعت هوای نفس کشیده و مقدار هوای نفس کشیده رو تغییر دهد. آدم تا حدی معین میتواند سرعت و چقوری نفس را تغییر دهد. این وابسته به فشار اتمسفری. فشار اتمسفری چیست؟ فشار اتمسفری اون مقدار مولکوله های گازی که ما اون رو اتمسفر مینامیم و از روی قوه جاذبه عمومی جهانی به سطح کشش میخورد. بنابر همین آن مقدار گاز هایی که قبض معینی اتمسفر را احاطه میکند به سطح زمین یعنی که آن سطح زمین انسان
وجود دارد تاثیر خودش میرساند که آن به فشار اتمسفری نامیده می شود. فشار اتمسفری آن مولکول هایی که تحت قوه جاذبه به زمین کشش میخورد این فشار اتمسفری نامیده می شود. فشار اتمسفری از طرف توریچلی در تجربه که در تجربه خود معین کردگی بود فشار نرمالی برای حیات انسان 760 میلیمتر سنچه سیمابی 760 میلیمتر سنچه سیمابی می باشد. در همین حالت انسان می تواند حجم حیاتی هوا را در راههای نفس تامین کند. این در فشار نرمالی می تواند مقدار معینی هوا و شش راههای نفس کشی الوئول و برونخ ها تامین شود. در حالتی که فشار اتمسفری 770 میلیمتر سنچه سیمابی می باشد علاقه فشار ماکسیمالی یعنی که فشار حد اقلی ماکسیمالی نامیده می شود. این می تواند در بیمارانی استنوکاردیه در بیمارانی که بیماری قلب دارند فشار شریانی بلند دارند تغییرات فشار شریانی بلند را دارند این تاثیرات خودش میرساند. بنابر همین اینجا در علاقه تغییرات در حالت فونکسیونالی حجره های عصب نیز تاثیر میکند. حجره های عصب میتواند به عضوهای دیگری بدن به تغییر نماند. در حالت 730 یا که از این کمتر تغییرات 730 720 یا که 740 میلیمتر سنچه سیمابی انسان به نارسایی اکسیژن آورده میرساند. انسان میتواند به بیماری میگرین یعنی که نارسایی اکسیژن در کار مغزی سر آورده رساند. به دل به حضوری به مداری و ممکن آورده رساندنش این میتواند به تغییر به تاثیر خود را میرساند. یعنی که فشار اتمسفری نرمالی میتواند مقداری حجمی حیاتی را تامین کند و هنگام تغییر یافتن 770 یا 730 میلیمتر سنچه سیمابی بودن نارسایی اکسیژن در ارگانیسم دیده می شود. صورت حجمی هوا به فرق فشار اتمسفری فشار الوئولی نامیده می شود. یعنی که چون که ما میگوییم فشار الوئولی فشار الوئول از آناتومی و فیزیولوژی میدونیم که الوئول این حبابچه های هوایی شش به حساب می رود. هنگامی هوا را کشیدن محیط بیرونه الوئول ها از جهت چندری خود حجم خود را عوض می کند یعنی که ترنگی آنها عوض می شود. انکون فشار الوئولی به فشار چی وابسته گفتیم؟ به فشار اتمسفری وابسته است. چقدر که فشار اتمسفری تغییر یابد فشار در الوئول نیز تغییرات خودش مییابد. حجم هوایی که طریق راههای نفس کشی نفس کشی ما قبول میکنیم با یوری اسپیرومتر این دستگاه معین کرده می شود. حجم حیاتی هوا قبول و تامین کرده می شود. این با اصول اسپیرومتری انیق کرده می شود. اسپیرومتر اینجا آورده شدگی این دستگاه حساس می باشد هنگام هوای کشیده و هوای برآورده برونخ ها و الوئول ها مقداری حجمی حیاتی هوا نشان داده می شود و هنگام نارسایی بودن هنگام تغییرات یا که پاتولوژی در راههای نفس کشی عضوی نفس کشی بودن حجمی حیاتی هوا تامین نمی شود و مقداری هوای کشیده و هوای برآورده یعنی که انتقال بیرون برآورده هوای ما هوای الوئول در آنجا درج می شود. سمت استفاده برای اسپیرومتر برای چی کیم توصیه می‌دهد و برای چی تشخیص گرفته می شود؟ اسپیرومتری بیشتر در بیماران آستما برای بیمارانی که بیماری راه نفس دارند بیشتر بیمارانی سیستم عصب یعنی که سیستم عصب دارند برای آنها توصیه کرده می شود هنگام معین کنی کار نفس کشی سمت استفاده بری در تشخیص و استفاده میشن. کار نفس کشی این مقداری کاری که موشک‌های نفس کشی هنگام شرطی نفس کشیدن و نفس برآوردن اجرا میکند نامیده می شود.
وقتی که ما نفس میکشیم یا نفس میبریم در هر یک دقیقه مقداری دقیقوی اون تا 5 میلی لیتر به حساب میرود. این در همین حالت ما مقداری بی نهایت کمی انرژی رو صرف میکنند در ارگانیسم انسان صرف میکند. همگی کاری نفس کشی در هر یک دقیقه 1 جول به حساب میرود. این 1 جول مقداری انرژی که هنگام کشش خوردن مشاکوی بین قبرقوی و مشاکوی دیافراگم انرژی صرف کرده مشاکو از جهت انرژی صرف عطف به انرژی گرمی تبدیل می‌یابد. بنابراین از هنگام نفس کشیدن ما یگان وزنینی هنگام نفس کشیدن معیار ما یگان خیلی وزنینی یا که مقاومتی بر زیادتی رو حس نمی‌کنیم. این است که انرژی کمی صرف کرده به نفس کشی ما مانعی نمی‌کند. حجم هوای کشیده و حجم هوای برآوردن از مقداری حجمی شش و شش پرده وابسته است. این به سن سال، به پاتولوژی راه‌های نفس کشی و گازگیری راه‌های نفس کشی وابسته است. مقدار حیاتی حجمی حیاتی نفسی هوای کشیده در راه‌های نفس کشی در حالت معیار 500 میلی لیتر می باشد و در هنگامی که نفسی چقور ما میکشیم تا 5000 میلی لیتر می رسد. در عضوهای در انسان‌هایی که ابتاب یافتند، مثلا کیهانوردان، شناوران، اینها میتواند حجم هوایی قبول کننده‌اش را نظر به حجم حیاتی زیاد باشند. آنها میتوانند تا مقدار تا 5 لیتر در هر یک دقیقه هوا را چی کند به ارگانیسمش تامین کند. چون که در حالتی که شناور شنا میکند هوای داخل ارگانیسم هنگام شنا کردن ضرورتی یعنی که تامینات ارگانیسم را با اکسیژن اجرا میکند. بنابر همین ارگانیسم ابتاب یافته در محیط های گوناگون و در شخصانی گوناگون تغییر می‌یابد. بنابر همین در کودکان این نسبتاً کم در میان در جایبی کار همینگی در حالت در سن 20 سالگی در سن سال شما این تا 20 مرتبه حجم حیاتی هوا تغییر یافته، 20 مرتبه زیاد شدنش ممکن. برای جنبش کردن موضوع من از مشاهده ها استفاده بردم، میخواستم از مشاهده های حیاتی استفاده برم. بنابراین از مشاهده چرا بعد فرود آمدن انسان در از هواپیما درد گوش یا درد سر حس کرده می شود. این بس چی وابسته؟ یعنی که شخصی که در هواپیما یعنی که در بلندی های بیش از 3-4 کیلومتر از سطح زمین بود، البته فشار اتمسفری در این سطح تغییر می‌یابد. حالتی تغییرات فشار اتمسفری بعد فرود آمدن انسان در فرودگاه حسیاتی در گوش یا که وزنینی شنوایی دیده می شود یا که دق نفس کشی یا که فشار بلندی نیست در همین سطح دیده می شود. این وابسته به فشار اتمسفری. اینچنین بین عموما بیماران ملاحظه ها پیدا می شود که در کدام حالت پزشک به بیمار پر کردن هوا را در ظرف چند دیر پیشنهاد می کند. این وابسته به یک محصولاتی که ارگانیسم انسان و به واسطه ارگانیسم خود تامین می کند. این فقط در عضو شش تامین می شود. این ماده سولفاکتانت است. سولفاکتانت قوه کشی سطحی الوئول را برطرف می کند. ما می دانیم که از علم فیزیک قوه کشی سطحی در مایع ها دیده می شود. قوه کشی سطحی در مایع ها این قوه که در سطح مایع مولکول ها یک قوه معینه دارد. بنابر همین قوه هنگام هوای کشیده ما یک مقدار بوغ آب موجود است در داخل الوئول های شش ما. بوغ آب کاندنساسیون می شود یعنی که به مایع تبدیل می یابد. مایع تبدیل یافته سطح الوئول را از داخل چی می شود می پوشاند و هنگام نفس برآوردن مقاومت کلان یعنی که
نشان میدهد. انا کن برای برطرف کردن انا همه مقاومت کشی سطحی در الوئولا ماده سولفاکتانتی که خود در ارگانیسم ما محصولات معین تامین می شود برطرف کنی انا همین زنجیر مولکولهای آبی را در داخل الوئولا دارد. بنابر همین به هنگامی که ما در بیماران در رفتی گازگیری شوشنی که پنیومنیا ها بسیاری ترکیب موادهای دارویی ترکیبش به اگر نگاه کنیم اگر ترکیبش از سولفاکتان یعنی که خود از نامش از سولفاکتام میگیریم توصیه میکنند. انا همین ماده تغییرات حاصل شوی انا همین ماده رو در مشاهده های علمی طبی در دیده میتوانیم. اینک دانشجویان عزیز فکری خود را اویدی همین موضوع امروز جمع بست میکنیم. من میخواستم از روی سوالهای زیرین فهمیش یعنی که دانش شما را سنجم. فشار الوئولی از چی وابسته است؟ فشار الوئولی به فشار اتمسفری وابسته می باشد. چقدر که فشار اتمسفری پست و بلند گردد همون قدر فشار الوئولی نیز تغییر می‌یابد. با همین موضوع امروز به آخر رسید. من میخواستم اویدی بعضی پارامترهای فیزیکی باز در مستقلانه معلومات گیرید. رحمت به دقتتان.